قرمه سبزی پختن که کاری نداره. پیاز، گوشت، لوبیا، سبزی میشه قرمه سبزی. ولی من میخوام چند تا نکته بهتون بگم. گوشتش حتما گوسفندی باشه. اگه مهمون رو درباسی دار دارین قلمش موقع سرو در بیارین چون مجلسی نیست. من لوبیاشو خیس نمی‌کنم چون رنگ قرمزش کم رنگ میشه. وقتی خیس نکنین زمان پختش با گوشت یکیه. سبزی قرمه تره و جعفری و شنبلیل است. بعضیا اسفناج میریزن ولی من گیشنیز میریزم. دیدین تو کوچه یا ساختمون عطر قرمه سبزی میاد؟ مال گیشنیز و شنبلیلشه. به جای گرد لیمو پر لیمو بریزین. لیمو عمانی رو از همون اول نریزین چون تلخش میکنه. حتما خیسش کنین، چند بارم آبشو عوض کنین، نیم ساعت آخر با چنگار سوراخش کنین و بندازین تو خورش. شعله‌ش هم خیلی کم کنین تا هم جا بیفته هم به روغن بیفته. اگه مثل ما ترش دوست دارین یکم هم بهش آب لیمو بزنین. امیدوارم درست کنید و نوش جونتون کنین.